بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که و من البیوع المحرمه بیع العینه، از جمله خرید و فروش های حرام بیع عینه، خرید و فروش عینه. گفتن عینه چی است؟ شرح میدهند و هو ان یبیع سلعه علی شخص بثمن مؤجل. بیع عینه این بیعی که خرید و فروشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن. این چه خیلی خرید و فروش است؟ یک متاع را، یک مال را، ماشین را مثلا بر یک شخص به پولی نسیه میفروشه. همین ماشین یا همین تلفن به تو میفروشم، نرخش $1000 است، در مدت 1 سال میدهی، به نسیه فروخت. ثم یشتریها منه بثمن حال اقل من المؤجل. وقتی که فروخته شد او قبول کردم، گفته گرفت تلفن به $1000 به نسیه، در مدت 1 سال میدهم. بعدی فروخته شدم، بیا گفت همین تلفنات به من $800 پولی نقد بفروش. گفت کان یبیع علیه سیاره ب20,000 الی اجل. مثال آوردن مصنف، غیر مثال ما. مثلا یا آدم به 20,000 ماشینش فروخت به نسیه، ثم یشتریها منه ب15,000 حاله یسلمها له، ثم یشتریها منه ب15,000 حاله یسلمها له. ثانی به 15,000 نقد خرید، یعنی خودش به 20,000 فروخت به نسیه. بعد اینکه فروخته شد، عقد تمام شد، گفت که بیا 15,000 به همین ماشینت میتیم، ماشین از آن وای شد، 15,000 نقد میدیم. گفت انا همین بیع عینه. و تبقى 20,000 فی ذمته الى حلول الاجل، تا آمدن اجل همون 20,000 در ذمه او خریدار میماند، او 20,000 در سال آینده میتید، مثلا آخری سال. لیکن عین حال با 15,000 ماشین گشته فروخت، فیحرم ذلك، این کار حرام است. برای چی؟ لانه حیله یتوصل بها الى الربا، این حیله است که به ربا رسید. این آدم $15,000 پول در کار بود، $15,000 نه یک ماشین آمده نسیه و $20,000 خرید و بعد صاحبش و گفت که بیا $15,000 به همین از من خر، لیکن من 20,000 قرضدارم از تو. یعنی که گویا که $15,000 گرفته 20 کرده گردانده داد. فقط این ماشین اینجا یک حیله شد، گویا که اینها از ربا گریختن با همین کاراشون. فکأنه باع دراهم مؤجله بدراهم حاله مع التفاضل، گویا که این درهم های نسیه را به درهم های نقد فروخت، یعنی که 15,000 به 20,000 فروخت و حالا که این زیادتی شد، 5,000 زیادتی شد. و جعل السلعه حیله، فقط بار را، مال را فقط یک حیله قرار داد در مابین. مباشرتا اومده 10,000 تومان به تو 15,000 کرده میتیم نگفتو، این حیله را کار فرمای، حرام است. قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا تبایعتم بالعینه، اگر شما با خرید و فروش عینه مشغول شوید و اخذتم اذناب البقر و دم گاوها را گیرید، یعنی فقط مشغول به گاوپایی شوید، و رضیتم بالزرع و با زراعت و دهقانی راضی شوید و ترکتم الجهاد، جهادی در راه الله تعالی را ترک کنید، سلط الله علیکم ذلا، الله تعالی بر بالای شما یک خاریگری را حکم فرما میکند، شما همیشه خار و ذلیل باقی میمونید. لا ینزعه منکم حتی ترجعوا الی دینکم، اون خاری و ذلت را الله تعالی از سر شما نمیبرداره تا آن دمی که بازگشت به سوی دینی خودتان نکنید. خلاصه در این حدیث منعی از بیع عینه هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این نوع خرید و فروش منع کردن. و قال صلی الله علیه و سلم یأتی علی الناس زمان یستحلون الربا بالبیع، بر سری مردم یک زمانه می آید که ربا را حلال می شمارند با خرید و فروش، یعنی یک حیله می کنند، گویا که خرید و فروخته ایستادند، پولی نقد را داده $100 داده، اکثر $20 نگرفتند، سودا کرده ایستادند، ولی که حیله، با راه حیله ربا خوری میکنند. و این از علامت های قیامت است که 1400 سال پیشتر از این جانب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند.